دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من، به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت می کنم، مانی طلب کن آنچه می خواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را، بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من. چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن، غم فردا مخور هرگز که فردا. الحمدلله و صلات و سلام علی رسول الله. دوستان عزیز، ما در روز 23 ماه مبارک رمضان قرار داریم و افطاری را پروگرام کردیم که در یکی از ولسوالی‌ها به نام کلکان بوجه بیاریم و بر 200 نفر افطاری را به این مردمای قریه انشاءالله در نظر گرفتیم و این افطاری از طرف خواهر ما سمیلا جان از شهر فرانکفورت آلمان در نظر گرفته شده. الله تعالی اجر مزید نصیبشان کنه. شما می‌بینید دیگه وضعیت خانواده بسیار زیاد خراب است. خانه‌ها شاید که محاصرش شما ببینید، مردم دیگه بسیار زیاد فقیر مستمند هستند دیگه. ببینیم فعلا تنها پلان داریم به خاطر یک افطاری. برنامه بعدی را انشاءالله ببینیم که چی کمک میتونیم که این ولسوالی رنجیده و مردم به وضاحت و مستمند انجام بدیم. جهان سپاس از همه ایتان که همیشه شما دستگیر بودین بران رحمت و ما وسیله شدیم، یک پل ارتباطی بودیم که به مستحق‌ترین کسا یا افطاریتان بوده یا کمک‌های بسرهای کمکی بوده و یا پول نقد بوده رساندیم. با امید همکاری های هرچی بیشتر شما تا ما بتانیم که کسایی که مستمند هستند به وضاحت هستند در این شرایط در این ماه مبارک رمضان و نزدیک این لبخند بر لبانشان توسط کمک‌های شما و خصوص توسط باران رحمت در لبای خشکیدهشان خنده بیارید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله أكبر 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 الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله. يا الله 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 يا الله.
دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من، به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت می کنم، آنی طلب کن آنچه می خواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را، بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من. چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن، غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من. الله اکبر الله، الله اکبر الله، الله اکبر الله، الله اکبر الله. به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان، بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومید تو از رحمت، تو توبه نامه را بنویس و امضا کردنش با من. دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من، به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. الله اکبر 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 الله اکبر. لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله. یا الله 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 یا دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من، به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من.
بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت می کنم، آنی طلب کن آنچه می خواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را، بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من. چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن، غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من. الله اکبر الله الله اکبر الله الله اکبر الله الله اکبر الله. به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان، بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومی تو از رحمت، تو توبه نامه را بنویس و امضا کردنش با من. دلت را خانه ما کن مصفا کردنش با من، به ما درد دل افشا کن مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش پیدا کردنش با من. الله اکبر 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 الله اکبر. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله. یا الله یا الله دلت را خانه ما کن مصفا کردنش با من، به ما درد دل افشا کن مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما پیدا کردنش با بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت می کنم، آنی طلب کن آنچه می خواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را، بیاور
نیک و بد را جمع منها کردنش با من. چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن، غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من. الله اکبر الله الله اکبر الله الله اکبر الله الله اکبر الله. به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان، بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومید تو از رحمت، تو توبه نامه را بنویس و امضا کردنش با من. دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من. به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش پیدا کردنش با من.